سلام به همگی، خیلی خوش اومدید. امروز میخوایم بریم سراغ یه سوال خیلی جالب و مهم. آیا واقعاً میشه صرفاً با تغییر زمان غذا خوردنمون از مغزمون در برابر بیماری مثل آلزایمر محافظت کنیم؟ بیایید با هم ببینیم آخرین یافته‌های علمی در این مورد چی میگن. برای اینکه ببینیم این موضوع چقدر مهمه، بذارید با این عدد شروع کنیم. پیش بینی میشه تا سال 2050 17% جمعیت جهان، یعنی تقریباً از هر 6 نفر یک نفر بالای 65 سال سن داشته باشه. خب این یعنی چی؟ یعنی خطر بیماری‌های مرتبط با سن چه برای خودمون و چه برای عزیزانمون روز به روز بیشتر میشه و برای همین پیدا کردن راهکارهای پیشگیرانه دیگه یه انتخاب نیست، یه ضرورته. خب این ما رو میرسونه به یه سوال اساسی. در حالی که دانشمندا دارن شبانه روز برای پیدا کردن درمان تلاش میکنن، آیا ما خودمونم میتونیم کاری برای پیشگیری انجام بدیم؟ جالبه که یکی از راهکارهایی که این روزا خیلی سر و صدا کرده، چیزی به سادگی تغییر در زمان غذا خوردنه، یعنی همون روزه‌داری متناوب. اما سوال اینه، آیا واقعا این روش میتونه مؤثر باشه؟ برای اینکه یه تصویر کامل و شفاف به دست بیاریم، برنامه‌مون اینه. اول از همه ابعاد چالش آلزایمر رو درک می‌کنیم، بعد میریم سراغ راهکار باستانی روزه‌داری، می‌بینیم که بدن ما موقع روزه گرفتن دقیقاً چه واکنشی نشون میده و این چه ربطی به سلامت مغز داره. در نهایت هم شواهد علمی رو با هم مرور می‌کنیم و با چند تا نکته و هشدار کلیدی بحث رو جمع‌بندی می‌کنیم. خیلی خوب، بریم سراغ بخش اول. برای اینکه بفهمیم چرا راهکارهای پیشگیرانه اینقدر اهمیت دارن، اول باید عمق چالش آلزایمر رو بشناسیم. این بیماری فقط حافظه یه نفر رو از بین نمیبره، بلکه یه بحران جهانیه که داره روز به روز بزرگتر میشه. اگه بخوایم خیلی ساده بگیم، توی مغز یه فرد مبتلا به آلزایمر یه جورایی انگار زباله‌های پروتئینی مثل بتا آمیلوید و تاد جمع میشن. این تجمع به علاوه التهاب و مشکلاتی که برای رگ‌های خونی مغز پیش میاد، باعث میشه سلول‌های عصبی کم کم از کار بیفتن و بمیرن. نتیجهش همون چیزیه که میبینیم، از دست رفتن حافظه و توانایی‌های فکری. خب، حالا که با ابعاد مشکل آشنا شدیم، وقتشه بریم سراغ راهکار پیشنهادی. روزه‌داری متناوب چیزیه که ریشه باستانی توی خیلی از فرهنگ‌ها داره، اما امروز تبدیل شده به یه موضوع داغ و جذاب توی دنیای علم. محقق‌ها خیلی کنجکاوان بدونن که آیا این سنت قدیمی میتونه کلیدی برای حل مشکلات مدرن ما باشه یا نه. اینجا یه نکته فوق‌العاده مهم وجود داره. روزه‌داری متناوب به شما نمیگه چی بخورید، بلکه میگه کی بخورید. این یه تغییر توی الگو و زمانبندیه، نه لزوما توی نوع غذایی که میخورید. این تفاوت رو حتما باید در نظر داشته باشیم. خب، چند تا روش رایج هم برای اجراش وجود داره. مثلا روش 16-8 که شما هر روز 16 ساعت چیزی نمیخورید و توی یه بازه 8 ساعته غذا میخورید. یا روش 5-2 که 5 روز هفته عادی غذا میخورید و 2 روزش کالری رو خیلی کم میکنید. و البته روزه‌داری 1 روز در میان. هر کدوم از این روش‌ها طرفدارای خودشونو دارن. اما واقعاً توی سطح بیولوژیکی چه اتفاقی میفته؟ یعنی وقتی ما برای مدتی غذا نمیخوریم، بدن چه واکنشی نشون میده و چه فرایندهایی توش فعال میشه؟ بیایید این مکانیزم رو یکم عمیق‌تر بررسی کنیم. مهمترین اتفاقی که میفته یه چیزیه به اسم تغییر سوخت متابولیک. ببینید بدن ما معمولاً از قند یا گلوکوز به عنوان منبع اصلی انرژی استفاده میکنه. اما وقتی حدود 12 تا 36 ساعت غذا نمیخوریم، این منبع تموم میشه. اون وقته که بدن خیلی هوشمندانه میره سراغ ذخایر چربی و از اونها مولکول‌های پر انرژی به نام کتون تولید میکنه. در واقع سوخت بدن از قند به چربی تغییر میکنه. و این تغییر سوخت از قند به کتون مثل یه دومینو یه عالمه اتفاقات مثبت دیگر رو توی بدن راه میندازه. حساسیت به انسولین بهتر میشه، التهاب کمتر میشه و حتی فرایندهای پاکسازی و ترمیم سلولی فعال میشن. همه اینها عواملی هستن که نه فقط برای سلامت کل بدن، بلکه به طور خاص برای سلامت مغز ما فوق‌العاده حیاتی‌ان. خب، حالا وقتشه که این دوتا موضوع رو به هم وصل کنیم. این تغییرات بیولوژیکی که در موردشون حرف زدیم چطوری میتونن به طور خاص روی آسیب‌هایی که توی بیماری آلزایمر به مغز وارد میشه تأثیر بذارن؟ این جدول رو ببینید، فوق‌العاده است. یه طرف عوامل اصلی آسیبزا توی آلزایمر رو داریم.
تجمع پلاک‌ها، مشکلات عروقی، التهاب. طرف دیگه تأثیرات بالقوه روزه‌داری رو می‌بینیم. انگار که این تأثیرات دقیقاً اومدن تا با اون مشکلات مقابله کنن. مثلا روزه‌داری التهاب رو کم میکنه و سلامت رگا رو بهتر میکنه. یعنی دقیقاً 2 تا از مشکلات اصلی توی آلزایمر. البته اینها همه فرضیه‌های خیلی جذابی هستن. اما علم با فرضیه کار نمیکنه، با شواهد کار میکنه. پس بیایید یه نگاه بی‌طرفانه و دقیق به شواهد موجود بندازیم، هم از مطالعات حیوانی و هم انسانی، و ببینیم داده‌ها واقعاً چی به ما میگن. و اینجا به یه نکته خیلی خیلی مهم میرسیم. نتایج توی مطالعات حیوانی در کل امیدوار کننده بوده. اما وقتی نوبت به انسان‌ها میرسه، داستان یکم فرق میکنه. شواهد هنوز خیلی محدوده، اولیه است و گاهی حتی متناقضه. میدونید چرا؟ چون مطالعه روی انسان‌ها خیلی سخت‌تره. مثلا اینکه از آدما بخوایم برای مدت طولانی به یه رژیم خاص پایبند بمونن، یه چالش خیلی بزرگه و همین کار رو برای نتیجه‌گیری قطعی سخت میکنه. ببینید، این جمله از خود مقاله مروری که ما داریم بررسیش میکنیم خیلی خوب وضعیت فعلی دانش ما رو خلاصه میکنه. خیلی واضح میگه که بیشتر شواهد مثبتی که داریم از مطالعات حیوانی به دست اومده و ما هنوز در مراحل خیلی اولیه تحقیق روی انسان‌ها هستیم. با توجه به همه این حرفا و اینکه شواهد هنوز قطعی نیست، خیلی مهمه که قبل از اینکه کسی به فکر امتحان کردن روزه‌داری متناوب بیفته، حتما به نکات ایمنی و هشدارهای کلیدی توجه کنه. این بخش واقعا حیاتیه. ببینید، با اینکه این روش برای اکثر آدمای سالم خطری نداره، اما خب بدن شما هم به زمان احتیاج داره تا به این الگوی جدید عادت کنه. برای همین کاملا طبیعیه که به خصوص توی روزها یا هفته‌های اول عوارضی مثل سردرد، احساس خستگی یا حتی یکم بدخلقی رو تجربه کنید. اینها معمولا موقتی هستن و به مرور برطرف میشن. و این نکته رو باید با حروف درشت نوشت. روزه‌داری برای همه مناسب نیست. به خصوص اگه شما جزو گروه‌های خاصی هستید، مثلا دیابت دارید یا سابقه اختلالات خوردن دارید یا جزو افراد مسن و آسیب پذیر هستید، لطفاً خواهشاً هرگز بدون مشاورت قطعی و نظارت پزشک متخصص خودتون چنین تغییری رو شروع نکنید. پس اگه بخوایم یه جمع‌بندی نهایی و یه پیام کلیدی از این تحلیل داشته باشیم، اون پیام اینه: روزه‌داری متناوب یه درمان قطعی و اثبات شده برای آلزایمر نیست، بلکه یه راهکار بالقوه است که تحقیقات در موردش ادامه داره. این روش هرگز نباید جایگزین درمان‌های پزشکی بشه و همیشه، تأکید می‌کنم همیشه، باید با مشورت متخصص انجام بشه. و در پایان این سوال مهم باقی میمونه: آیا واقعاً کلید آینده سلامت مغز ما توی الگوی غذا خوردنمون پنهان شده؟ علم هنوز جواب قطعی به این سوال نداده. اما این تحقیقات یه تلنگر مهمه که به ما یادآوری میکنه شاید ساده‌ترین انتخاب‌های روزمره ما بتونن عمیق‌ترین تأثیر رو روی سلامت بلند مدت مغزمون داشته باشن. از اینکه وقت گذاشتید و در این بررسی با من همراه بودید واقعاً ممنونم.